سلام پسرم، شنیده بودم که امروز کارنامه تو داده بودن. چند شدی؟ آره بابا، امروز کارنامه داره. راستش چیکار کردی کارنامه رو؟ بهت میگم بابا، ولی عصبانی نشی. تو حالا بگو به من ببینم چی شدی و چند شدی؟ بابا راستش همشون 0 گرفتم، ولی ورزشمو 15 شدم. باشه. بابا تو که کاری نداری نه؟ علیتم نمی کنی؟ نه پسرم، من کاری ندارم، ولی جرت میدم. راستی اگه مامانت بفهمه پارت میکنه. اینو میتونم فقط. نه بابا، تو رو خدا به مامان نگی. دیگه دیره، مامانت الان فهمیده. بابا جون، مامان نمیفهمه، تو بهش نگی. چی شده پسرم؟ هیچی مامان، من نمیخواستم کارنامه اونجوری بگیرم، من دستگیری نداشتم. دیگه پسرم من جرت میدم. پسرم مامانت میخواد جرت بده. اشتباه نکن، من جفتتون رو پاره میکنم. نه زن، من که نه دیگه. تو هم آره شوهرم. بابا فرار کن. پسرم نه، تو اول در برو، زود باش. بچه‌ها، مرسی که ویدیو ما رو دیدید. امیدواریم که خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.